من برای حقیقت، آزادی و عدالت مبارزه بردم و تا نفس آخرین به این راه صادق خواهم ماند. سهراب ظفر. امروز ما میپردازیم به شخصیتی سیاسی و اجتماعی سهراب ظفر. سهراب ظفر 24 نوامبر سال 1978 در جمهوری تاجیکستان تولد شده است. او در عائله معمولی تاجیک به دنیا آمده، اما پیوندان او با دایره‌های نظامی و سیاسی تاجیکستان ارتباطی زیج داشتند. سهراب ظفر جیان گنرال معروف غفور میرزایف می باشد. سابق فرمانده گواردی پرزیدنتی تاجیکستان، راهبر آژانسی نظارتی بر مواد مخدره. غفور میرزایف پس از انجام جنگ شهروندی در تاجیکستان نفوذ زیاد در حکومت امامعلی رحمانوف داشت، اما سال 2004 میرزایف بازداشت شده. در سال 2006 به عیب خیانت به دولت، تلاش برای غصب حاکمیت و فسادکاری به حبس ابد محکوم گردید. حبس میرزایف به زندگی و جهان بینی سهراب تأثیر عمیق گذاشت. او به سیاست و فعالیت مخالفین توجه ظاهر کرد و نسبت سیاست رژیم امامعلی رحمانوف موقع تنقیدی گرفت. هنگام کار و تحصیل سهراب ظفر بیشتر به محیط سیاسی و فعالان مخالفان آشنا گردید. فعالیت سیاسی و آشکار سهراب ظفر از سال 2014 آغاز می شود. در این دوره عمرعلی قوتوف، پایه‌گذار حرکت سیاسی گروه 24 در میان مهاجران تاجیک در روسیه، یک دعوت عمومی برای اتحاد جوانان و شروع مبارزه سیاسی علیه رژیم امامعلی رحمانوف اعلان نمود. این دعوت قوتوف صدای نو و امید برای مهاجران تاجیک بود که فشار و فساد دولت رحمانوف آنها را به تنگ آورده بود. محض از همین زمان لحظه فعالیت سیاسی و آشکار سهراب ظفر شروع گردید. او با جوانان فعال و دیگر راهبران حرکت سیاسی گروه 24 رابطه برقرار کرده و یکی از چهره‌های اساسی این حرکت در روسیه تبدیل یافت. سهراب ظفر در گردی هماهنگی‌ها و اعتراضهای مخالفان در شهرهای گوناگون روسیه از جمله مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و دیگر شهرها اشتراک کرده است. او با نقطه‌های آشکار و موقع تنقیدی خود ضد حکومت امامعلی رحمانوف برآمد می‌کرد. سهراب ظفر در زمان تأسیس سازمان جوانان برای تاجیکستان نقش مهمی بازید. این سازمان را مقصود ابراهیموف راهبری می‌کرد. هدف این سازمان حفظ منفعت‌های مهاجران تاجیک، مبارزه با رژیم رحمان و تأسیس یک جامعه آزاد و دموکراتی در تاجیکستان بود. اما فعالیت این سازمان مورد هدف جدی مقامات تاجیکستان قرار گرفت. سال 2014 حکومت تاجیکستان گروه 24 همچون حرکت افراطگرا اعلان کرد و فعالیت آن را در قلمرو کشور ممنوع کرد که سازمان جوانان نیز در این پرتو ممنوع اعلان کرده شد. پس از ممنوع اعلان شدن حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، مقامات تاجیکستان با واسطه اینترپول و خدمات امنیتی روسیه به تعقیب فعالان این حرکت شروع کردند. در نوامبر سال 2014 به مقصود ابراهیموف در مسکو حمله صورت گرفت که در نتیجه او جراحت برداشت. در ینوری 2015 باشد او را بازداشت کردند و پس از آن به تاجیکستان برای غیر قانونی استرداد کردند و در تاجیکستان او را به 17 سال زندان محکوم کردند. پس از این حادثه سهراب ظفر قرار می‌کند که روسیه را ترک کند. او به ترکیه می‌کوچد و در آنجا فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه می‌دهد. در ترکیه سهراب ظفر زیر فشارها و تعقیب قرار داشت. مقامات تاجیکستان توسط اینترپول بارها تلاش کردند که او را به دوشنبه استرداد کنند، اما مقامات ترکیه این درخواست‌ها را رد کردند. در مارس 2015 راهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف در شهر استانبول کشته شد. او را شخصی نامعلوم به تیر تفنگ به قتل رساند. پس از مرگ قوتوف راهبر موقتی گروه 24 شرافدین گدایف به عهده گرفت، اما پس از یک سال ادامه راهبری شرافدین گدایف، شورای حرکت سیاسی گروه 24 جلسه برگزار کرد و سهراب ظفر به حیث راهبر نوی این حرکت انتخاب کرد. هنگام به راهبری آمدن سهراب، گروه 24 در حالت ضعفی قرار داشت و خطری از بین رفتنش وجود داشت، ولی سهراب ظفر توانست ساختار حرکت را دوباره سازمان دهد
روابط دیپلماتی را با سازمان‌های بین المللی به مانند سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا برقرار کند. استفاده وسیع شبکه‌های اجتماعی را برای گسترش پیام حرکت راه اندازی نماید. در سالهای 2014 و 2015 باشد سهراب ظفر و دیگر فعالان گروه 24 در شهرهای گوناگون روسیه از جمله مسکو، سنت پترزبورگ، اکاترینبورگ، نووسیبیرسک، سمره و دیگر شهرهای روسیه برنامه‌های سیاسی و گردهمایی‌های آشکاری برگزار کردند. این گردهمایی‌ها اکثرا در مرکز شهرها و نزد نمایندگی دیپلمات‌های تاجیکستان در روسیه گذرانیده می‌شد. سهراب ظفر با سخنهای شدید خود که علیه سیاست و فسادکاری امامعلی رحمانوف و ناعادلتی‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان روانه میشد، مردم را با مبارزه شهروندی و بیداری سیاسی دعوت میکرد. سهراب ظفر توانست جوانان مهاجر را که اکثرا در محیط وزنین مهاجرت و به اعتنای دولت قرار داشتند متحد کند. او همیشه تاکید میکرد که جوانان قوه اساسی تغییرات هستند و برای به دست آوردن آزادی آنها باید سیاستی فعالانه و مقاومت را پیشه گیرند. این برنامه‌های سهراب و بیداری سیاسی جوانان تاجیک در روسیه و اروپا تأثیر جدی گذاشت. محض همین فعالیت‌ها و بیداری جوانان سبب شد که نه تنها حکومت تاجیکستان بلکه مقامات روسیه و کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز به گروه 24 توجه ظاهر کنند. فشار دیپلماتی از جانب حکومت تاجیکستان باعث شد که مقامات روسیه در موردهای گوناگون و بازداشت‌های اعضا و طرفداران گروه 24 و سازمان جوانان اقدام نمایند. یکی از مهمترین رویدادهای تاثیرگذاری فعالیت حرکت سیاسی گروه 24 در دوره راهبری سهراب ظفر حمله به کاروان ماشین‌های امامعلی رحمانوف در آلمان بود. وقتی کاروان ماشین‌های پرزیدنت امامعلی رحمانوف به نزد بنای حکومت آلمان نزدیک می‌شد، یک گروه از جوانان فعال گروه 24 در نزد کاروان قرار گرفتند و با نشان اعتراض به سوی ماشین‌های امامعلی رحمانوف تخم‌های پوسیده را پرتاب کردند. این عمل همچون یک رمز اعتراض شدید از جانب گروه 24 بود به سیاست‌های نادرست و ناتوان دیکتاتور امامعلی رحمانوف. گروه 24 و سهراب ظفر که در پس زمینه این اعتراض قرار داشتند، یک سیگنال و یک پیام به جامعه جهانی و کشورهای دیگر فرستادند که مردم تاجیکستان دیگر خاموش نمی‌ایستند و بر ضد سیاست‌های دیکتاتوری و فشار خانواده رحمانوف مبارزه خواهند کرد. حادثه مذکور که طوری که آماری رسمی آلمان نشان داد واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های بین المللی به وجود آورد و منجر به تعریف‌های ضد حکومت تاجیکستان از جانب سازمان‌های حقوقی بشر شد. گروه‌های مخالف تاجیک و دیگر سازمان‌های اجتماعی بین المللی سهراب ظفر و اعضایان گروه 24 را برای نقش مهم در فردای سیاست تاجیکستان که آن را آزادی و دموکراسی می‌خواهند ستایش کردند. به هر حال مقامات تاجیکستان با یاری راهبران دیگر دولت‌ها بخصوص از روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی همیشه تلاش می‌کرد که سهراب ظفر و دیگر راهبران مخالفان را مورد تعقیب قرار دهد. در دوره سهراب ظفر حرکت سیاسی گروه 24 همیشه نه تنها با اعتراض و تظاهرات مردمی اعتبار میداد، بلکه کوشش میکرد توسط تهیه برنامه‌های لایحه‌های اجتماعی که احتیاج و منفعت‌های مهاجران و شهروندان آسیب پذیر تاجیکستان را در بر می‌گرفت تأثیر بگذارد. این مبارزه و زیرکی سهراب ظفر باعث گشت که حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانوف در پی نابود کردن و زندان کردن او شد. 10 مارس سال 2024 سهراب ظفر در ترکیه غیب زد. پس از چند روز معلوم شد که او را به تاجیکستان برای غیر قانونی بردند. به همگان معلوم بود که حکومت دیکتاتور امامعلی رحمانوف با همکاری با حکومت فسادزده ترکیه بتواند سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف را از ترکیه به تاجیکستان دزدیده برد. 17 اکتبر 2024 دادگاه شهر دوشنبه او را در محاکمه پوشیده به 30 سال زندان محکوم کرد. اتهام اعلان شده عبارت بود از تلاش برای سرنگون کردن حاکمیت، افراطگرایی، دستگیری مالیوی، تروریسم و تحریک به آشوب‌های عاموی. سهراب ظفر در معرفی دادگاه خود چنین اظهار داشت که من به ملتم خیانت نکردم، حق هیچ کسی را نخوردم و حزب ما اکستریمیستی و تروریستی نیست.
سخنهای آخر سهراب همچون رمز اراده قوی و صداقت به آزادی و عدالت در تاریخ تاجیکستان باقی خواهد ماند. ما هرگز چنین شهروندان تاجیکستان که برای آزادی و آسایشتگی مردم تاجیکستان و بیداری سیاسی و فرهنگی مبارزه بردن فراموش نخواهیم کرد و برای آزادی تاجیکستان مبارزه خواهیم بود. با شما بود عبیدالله سیدی. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی قدر. امیدوارم که هر کجا که نباشین تنصیحت و سلامت باشید و از شما حضور میخواهیم که در این وقت وارد برنامه شدیم، چون همه شما میدونید رمضان است و به خاطر اون که بتوانیم صحبتی آرام و آسایشته داشته باشیم و در زمان صحبت مشکل نیاید تا این را بعد از افطار برگزار کردیم تا اینکه بتوانیم با یکدیگر صحبت طولانی داشته باشیم و پیرامون موضوعی که گذاشتیم و انشالله امیدوارم که این برنامه برای همه شما برنامه مفید باشد و بتوانیم یک معلومات راجع به قضیه های تاجیکستان برای شما بدیم. ما امروز در برنامه همونطوری که شما دیدید در آغاز تصمیم گرفتیم نسبت زندگی نامه سهراب ظفر معلومات بدیم و اینچنین بگردیم به سبب آغاز مبارزه آنها و چگونه آنها مبارزه را آغاز کردن و معلومات بدیم نسبت قضیه ناپدید شوی آنها و از جمله برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف. در چند نقطه دیگر درباره پیامدهای این مشکلات برای جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی، درباره خاموش بودن جامعه جهانی، خاموش بودن مردم تاجیکستان و در بالاخره در آخرین نقطه صحبت در مورد آن خواهیم کرد که چی باید کرد و چی پیشنهادهای خواهیم کرد برای مردم، برای جامعه جهانی و علاوه بر این برای خودمان که برای چنین قضیه‌ای که در تاجیکستان رخ می‌دهد چی باید کنیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، من برادر سهراب ظفر را و نسیم جان شریفوف را از پیش میشناسم و آشنایی ما سال 2014 آغاز می شود. همونطوری که من یک نوار آماده کردم، در اول شما این نوار رو دیدید. در این نوار در باره سهراب ظفر مفصل من در طول 10 دقیقه برای شما معلومات دادم، ولی در مورد نسیم جان شریفوف صحبت نکردم. من البته در این برنامه مهمونی دعوت نکردم برای قضیه برادر سهراب و نسیم جان، البته چون من خود این شخصیت ها را نزدیکتر از همه میشناسم، به خاطر اون که ما در قدم اول شروع مبارزه ما یعنی با آشنایی یکدیگر شد و این راه ما به هم طی کردیم. به این خاطر دیگه فکر میکنم بیشتر از من شاید اشخاص کمی باشن که برادر رو نزدیکتر بشناسن. به این خاطر ما برمیگردیم به اون که من وقتی که سال 2014 ورال قوت فراوری حرکت سیاسی گروه بسیار که خدا رحمتش کنه در سال 2015 کشته شد، دعوت را آغاز کرد یک برنامه در تلکانال زلو تشکیل کردن به نام نوی تاجیکستان که در آنجا تمام اشخاص را دعوت میکردن توسط ادنا کلاستینگ و دیگه میریوها و وقتی که من اونجا وارد شدم نفر 14 یا 15 بودن و خیلی نفرای کمی بود در اون تلکانال زلو قرار داشت و ما در اینجا شامل شدیم و یک مدت صحبت کردیم و ما موردی توجهی برادر رو قرار گرفتیم و برای ما یک ادمنستراتوری در اونجا دادن و مدیراتوری اصلی که در اونجا بود دیگر برادر بودن، ولی ما را در اونجا همچون یک مسئول گذاشتن و گفتن که شما از این پس مسئولی تعیین کردن بیشتری مدیراتور خواهید بود و اینجا بود که ما آشناییمون با بیشتری برادرها در اینجا شروع شد. و البته بعد از یک مدت برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف به این تلکانال زلو پیوست شدن و در اینجا ما صحبت میکردیم. بالاخره یک روز برادر نورالدین رضایی در همین تلکانال زلو دعوت میکند برای ملاقات و ما در ملاقات اول در شهر مسکو در مسجد پرسپگمیر بعد از نماز جمعه هدف میگذاریم و در اونجا میریم ملاقات میکنیم و یک دیگر رو میبینیم و متاسفانه در این ملاقات برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف حضور نیافتند، زیرا در اون زمان برادر ما سهراب ظفر در خارج کشور قرار داشت و نسیم جان شاید بکد سبب پای نتوانست بیاد و ملاقات بعدی ما همین گونه در همین مسجد پرسپگمین انجام شد و بازم برادر حضور نداشتند
و ولی در تلکانال زیلو ما برادر سهراب خیلی کم صحبت میکنه، ولی برادر نسیم جان خیلی فعال بودن، صحبت میکردن. و بالاخره در تاریخی اشتباه نکنم نزدیک رمضان سال 2014 بود، ماه ایول، و اینجا بود که برادر ما دعوت کردیم که در همون نزدیک مسجد پرسپگمیر ما همه کسا یعنی جمع میشویم و میایم صحبت میکنیم، میدان تشکیل میکنیم و هر روز نسبتی حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف اعتراضات تشکیل میکنیم و مردم برای آزادی و بیدوری دعوت میکنیم. اینجا بود که ما باید روز عید یعنی در اونجا میرفتیم اشتراک میکردیم، ولی روز عید ما وقتی که اونجا رفتیم بسیار بچه ها وقتی که اومدن ما نتوانستیم در روز عید این نشست را این اعتراض رو تشکیل کنیم، زیرا در روز عید بیشتری راه ها بسته شده بود و یک نفر از اون طرف نمیتونست به این طرف یا از این طرف نمیتونست و چندین راه ها بسته شده بودن و با سبب این بسته ها ما نتوانستیم این اعتراض رو تشکیل کنیم. که اینجا بود که من آشنایی به برادر سهراب پیدا کردم که برادر سهراب در زیل و بسیار عصبانی قطعی یک حرف زدن و من گفتم که صبور باشید، سه روز بعد دیگه جمعه هست و ما در روز جمعه این ملاقات رو تشکیل میکنیم و حتما از نزدیک دیگر رو میبینیم و دعوت آغاز میکنیم، زیرا خب دیگر این مشکلات ها به میان اومد و ما نتونستیم این رو در اون جایی که باید و شاید انجام میدادیم انجام شود. خب برادر آرام شدن رفتن و همینطور روزی جمعه و اولین شخصی که مرا با زنگ زدن در همون میدان حاضر شدن برادر سهراب ظفر بودن و اینجا بود که ما با برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریف آشنا شدیم و برادر سهراب ظفر در این میدان آمدن و اعتراض ها در نزد مسجد پرسپگمیر در شهر مسکو سال 2014 آغاز شد و برادر سهراب آنجا بود که چهرهش آشکار شد و با یک مبارز و یک سیاستمداری شناخته در شهر مسکو مشهور گردید نزد جوانان مهاجر. نسیم جان شریپوف نیز در همین دوره در همین مسجد پرسپگمیر در ملاقات ها حضور پیدا میکرد و اینجا بود که بعد پیشنهاد شد که ما باید به نزد اداره کرامت شریپوف برویم و در اونجا با اون نفر ملاقات کنیم و از ایشان چی بگیریم، مشورت بگیریم پیرامون هر موضوعی که موجود است. البته اینجا یک چیز باید قید کرد که وقتی که ما با اداره کرامت شریپوف رفتیم، در اداره کرامت شریپوف همیشه نسیم جان شریپوف اولین شخصی بود که در اون اداره ها اشتراک میکرد. شما میتونید ملاقات هایی که در همین اداره کرامت شریپوف در سامانه اکا کرامت هم موجود است شما میتونید ببینید که کرامت شریپوف یعنی نسیم جان شریپوف در اینجا اشتراک کردن. و وقتی که ما ملاقات ها رو در اداره کرامت شریپوف یعنی ما روزهای جمعه اولا میرفتیم نزد مسجد پرسپگمیر دعوت رو میگذروندیم و بعد از دعوت هر جوانی که وقت فرصت داشت و بیشتر میتونست وقتش رو در راه دعوت و در راه پیشبرد جامعه مصرف کند، بعد می اومدیم به اداره کرامت شریپوف و در اینجا ما پیرامون موضوع ها و پیرامون نقشه های آینده صحبت میکردیم و مشورت های حقوقی از کرامت شریپوف میگرفتیم. و اینجا بود که کرامت شریپوف پیشنهاد کردن که در فدراسیون روسیه باید تشکیلات نوی تشکیل کرده شود، زیرا گروه 24 امکان دارد که خطرهایی به میان بیارد و ما در قدم اول این پیشنهاد رو نپذیرفتیم و اومدیم با راهبر حرکت سیاسی گروه 24 اومد قوت مشورت کردیم و ایشون هم این نقطه را بسیار دستگیری کردن و گفتن فکری عالی جناب است و باید که چون این نقشه عملی بگرده و در کوتاه‌ترین فرصت این تشکیلات تشکیل کرده بشود. و ما بازم هفته بعدی به اداره کرامت شریپوف آمدیم و در اداره کرامت شریپوف ملاقات ها هست. شما میتونید این ملاقات ها را از سامانه‌های مجازی و مخصوصا از یوتیوب کرامت شریپوف پیدا کنید. و در اینجا بود که دیگر ما اومدیم به اداره کرامت شریپوف و در اینجا پیشنهاد شد که یک نفر را راهبر بمونیم که مقصود ابراهیموف اولین شخصی بودن که در اینجا برای پیشنهاد مورد نظر برادر قرار گرفت و مقصود ابراهیموف را راهبری این سازمان تعیین کردیم. و بعدا ما وقتی که همه به هر جا رفت در اینجا بعدا کرامت شریپوف برای 3 نفر دیگه درخواست داد که باید 3 نفر دیگه در این اسنادهایی که باید ما به شهر مسکو برای رسمی شناسی درخواست میکنیم باید نوشته شوند و در اینجا
اسم من عبیدالله سعیدی معاون اول مقصود ابراهیموف و اینجا بود که نسیم جان شریپوف با نوابسته از آنی که شهروندی روسیه نداشت و جانش در روسیه در خطر بود، یعنی جسورانه پاسپورتش رو داد و گفت که من آماده ام که معاون دوم نامی من نوشته بشود، در حالی که بیشتری بچه‌هایی که حتی به همون اداره ها می اومدن چهره‌هاش و اسلحه آشکار بود، شاید یک ترس هراسی داشتن که نام نسباشو و یا پاسپورتشون در جای داده نشود، ولی نسیم جان شریپوف در اینجا جسورانه پاسپورتش رو نوبسته از آن کمتری گفتم شهروندی روسیه نداشت و مشکلات های اسنادی هم داشت، پس پاسپورتش رو داد و گفت که من آماده ام اسمی من در هر جایی باشد به خاطر آزادی و آینده تاجیکستان نوشته بشود و نسیم جان شریپوف معاون دوم مقصود ابراهیموف تعیین گردید و این اسنادها رو ما برای به قیدگیری به نیوز روان کردیم و از اینجا بود که آغاز مبارزه نسیم جان شریپوف به همچون رسمیت در دوشنبه یعنی در مسکو شروع شد و نسیم جان مبارزه خود را در اینجا آغاز کرد و ما همزمان در رادیو کانال زیل و نوی تاجیکستان 2 هر روز برنامه‌های مفصل داشتیم و در اونجا صحبت‌ها و دعوت‌های طولانی میشد و علاوه بر این ما باز هم در تمام ساختمان‌های اطراف مسکو سفر میکردیم و در اینجا دعوت میکردیم. بارها بود که ما با علاهیده رفتیم مردم رو در بازارها در هر جا دستاشون میگرفتیم، تلفن‌هاشون از دست میگرفتیم، زیلو رو فرو میوردیم در تلفنشون، اونها رو پیوست میکردیم، گفتیم برنامه رو گوش کنید و عاقبت شما به راه راست و بیداری میرسید و این دعوت واقعا اوج خیلی بزرگی گرفت که از دیگر شهرها و ناحیه‌های روسیه دعوت شد که باید جوانان فعال بیاد در اینجا اشتراک کنند و این بود که از جانب رهبریت تصمیم گرفته شد که به تمام شهرهای فدراسیون روسیه سفر کرده شود و در اونجا برنامه‌های اعتراضی گذرانیده شود و برادر سهراب ظفر با مقصود ابراهیموف، محمد صابر عبدالقهار، عبدالرحیم واسع و ده‌های دیگر در اینجا بود که شروع کردن به مسافرت یعنی سفر کردن به شهرهای گوناگون روسیه از جمله نوسیبیرسک که از شهرهای بزرگی فدراسیون روسیه است. در اونجا یک تظاهرات خیلی بزرگ گذراندن، در اکاترینبورگ هم یک تظاهرات خیلی واقعا بزرگ گذرانده شد، در سمر، در چندین شهرهای دیگر همین گونه تظاهرات های گسترده انجام داده شد و اینجا بود که توجه حکومت دیکتاتوری امالی رحمانی بالای مخالفان خیلی زیاد گردید و من مخصوصا حرکت سیاسی گروه بسیار و جوانان سازمان جوانان برای تاجیکستان و دیگر اونقدر این تهدیدها زیاد شد که علاقه به خانواده ما در تاجیکستان تهدیدها شروع شد. از جمله من خانواده‌ام از همون زمانی که یعنی بچه‌ها بعد سفر بودن، بعد از سفر گشتن آمدن، اولین شخصی که در خونه‌شان رفتن خونه ما بود و بعداً دیگر بچه‌ها بود که خونه‌هاشو شروع کردن، چون اولین کسی که از همین حرکت‌ها چهره خودش رو در تصویر نشان داد این من بودم. یعنی اولین کسی که اداره کرامت شریپوف رفت من بودم با برادر احسان اودینه و ابوذر خوجه‌زاده. ما 3 نفر در اداره کرامت شریپوف در شهر مسکو اولین اشخاصی بودیم که از همین تلکانال زیلو و شروع برنامه در اونجا اشتراک کردیم و بالاخره این تهدیدها اونقدر زیاد شد و علاوه بر این رهبر حرکت سیاسی گروه 24 عمرعلی قوتوف اعلان تظاهرات را در تاجیکستان یعنی 10 اکتبر را اعلان کرد و همین جانب دیگر تلکانال زیلو دعوت خیلی بیشتر شد، مردم بیشتر به ما پیوستند، زیرا وقتی که از این تظاهرات در تاجیکستان اعلان کرده شد واقعا دیگر مردم خیلی زیاد داخل میشدن و برادرها در دعوت خیلی استوار بودن. اما متاسفانه پیش از 10 اکتبر علیه دستگیر کردن فعالان حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان در شهر مسکو آغاز گردید. اولین شخصی که در اینجا دستگیر کرده شد عبدالرحیم واسع بود. عبدالرحیم واسع که برادرش عبدالخلیل واسع در این حال در درخشان تیوی مبارزه میبرد. برادر ما در شهر مسکو دستگیر کرده شد و اینجا ما با وکیلی خود که اون زمان وکیلی ما نیکلای نیکلایویچ بود و مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان، من به ایشان زنگ زدم گفتم که اینجا یعنی شروع شد دستگیر کردن و او گفت که نیکلایف زنگ زد. نیکلایف براش گفت که این یک انسان حکومت تاجیکستان است و برای تازه کردن مابین شما این
این انسان رو دستگیر میکنیم و مابین شما رو توضیح میکنیم. ولی من مقصودی برای گفتم که این اشتباهی خیلی بزرگ است و ما باید اگر هر کسی که امروز باشد خودمون استفاده میکنیم و نیاز به دستگیری و فروختن کسی نیست و باید فورا رو آزاد کنن اگر این کار انجام داده نشود و همین گونه یعنی دستگیر کردن آغاز میشه و تمام بچه‌ها رو میبردونن. اما به این حرفا اونها گوش ندادن، چون هدف اونها فقط نابود ساختن همین مبارزان بود. زیرا اگر فعالانی و پیشرفانی این راه رو دستگیر میکردن این ترتیب خطی میتوانستن سر راه مبارزه رو بگیرن. به همین ترتیب دیگه آغاز کرده شد. تمامی برادران زیاده از 10 تا 20 آدم الکی در شهر مسکو بعد از 10 اکتبر که در تاجیکستان گروه بسیار ممنوع اعلام کردن و این تظاهرات برگزار نشد آغاز شد و بالاخره در ماه نوامبر سال 2014 به جان مقصود ابراهیموف رهبر سازمان جوانان برای تاجیکستان حمله صورت گرفت و در سال 2015 بازم او را در شهر مسکو دزدیدن به تاجیکستان بردن و این باعث گشت که برادر ما سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف تصمیم بگیرن که فدراسیون روسیه را ترک کنند و هر دو آنها به کشور ترکیه سفر کردند. سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف به ترکیه سفر کردند و در ترکیه زندگی خود را آغاز کردند و این چنین فعالیت سیاسی خود را آغاز کردند. سهراب ظفر بعد از سفر به ترکیه بار اول با رهبر حرکت سیاسی گروه 24 امرال قواتوف از جانب پلیس ترکیه دستگیر کرده شد با درخواست تاجیکستان و بعد از یک مدت یعنی بعد از چند مدت در ماه مارس الکی از زندان آزاد کرده شدند و اونها مارس سال 2015 بعد از آزاد شدن سهراب ظفر با رهبر حرکت سیاسی گروه 24 بازم تظاهرات ها و مبارزه ادامه داشت و بالاخره در ماه اگر اشتباه نکنم ماه اپریل بود که بالاخره رهبر حرکت سیاسی گروه 24 امرال قواتوف از جانب یک انسان قاتل به قتل رسانیده شد. وقتی امرال قواتوف به قتل رسانیده شد خداوند رحمتش کنه حرکت سیاسی گروه 24 در یک وضعیت خیلی سنگین قرار داشت و نه تنها یک نفر دو نفر بلکه بیشتر انسان ها در این فکر بودند که دیگر حرکت سیاسی گروه 24 از بین میره و زیرا پراکندگی واقعا خیلی عمیق بود و بچه‌ها به تجربه بودن و با یعنی ما یک شورای تشکیل کردیم و در اون شورا صحبت ها را ادامه دادیم و بالاخره برادر سهراب ظفر اون زمان در زندان بودن چون همین سلیمان ارزویف سلیمان قیوموف در اینجا یک با مشکلات یعنی برادر سهراب گرفتار کرد و او در دادگاه گفت که برادر ما سهراب ظفر گویا که در سوی قصد دست دارد و وقتی که برادر سهراب در زندان قرار داشت ما شورا را تشکیل کردیم و در این شورا با انتخاب اکثری آوازها شرافدین گدایف را رهبر گروه 24 انتخاب کردیم و صابر ولیف را جانشین او و بعد از 3 روز سهراب ظفر از زندان آزاد شد. الکی در اینجا انتخابات گذشته بود و رهبر حرکت انتخاب کرده شده بود. سهراب ظفر واکنش هایی در اینجا نداشت و مبارزه خود را همون طوری که پیش ادامه میداد و بالاخره ما توانستیم یک حرکت را به نظم بداریم و بعدا سازمان جوانان برای تاجیکستان و گروه 24 با دیگر سازمان های مخالف توانستند انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان را تشکیل کنند که با رهبری دودوجان اتولویف اتحاد شوند و مبارزه را ادامه بدهند. 1 سال این انجمن مبارزه‌اش را ادامه داد و رهبر حرکت سیاسی گروه 24 شرافدین گدایی بود و بالاخره در سال 2016 در ماه ینور با مشکلات هایی که در انجمن صورت گرفت و شما میتوانید از صفحه های مجازی اون رو پیدا کنید، من بیشتر با اون نمیپردازم. با این مشکلات هایی که به میان آمد شورای حرکت سیاسی گروه 24 بالاخره تصمیم گرفت شرافدین گدایف و شرافدین گدایف و صابر ولیف را از وظیفه آزاد کرده، سهراب ظفر رو رهبر این حرکت انتخاب کنند و اینجا بود که مبارزه برادر ما سهراب ظفر آغاز پیدا کرد در رهبریت حرکت سیاسی گروه 24. تا این زمان حرکت سیاسی گروه 24 فقط در
ترکیه و روسیه مبارزه فعال داشت و در خارج کشور هم در شهر برلین هم یک تظاهرات دیگه انجام داده بود، ولی با هیچ سازمان و هیچ کشور ارتباط زیستی نداشت و همین گونه مبارزه را از طریق پلتفرم‌های آنلاینی پیش می‌بردند. حتی بسیار اون زمان سامانه یوتیوب رسمی نداشت، سامانه رسمی وبسایت نداشت و این چیزی در دست نداشت. بعد از آنی که سهراب ظفر برابر این حرکت سیاسی گروه بسیار انتخاب گردید، در قدم اول یوتیوب علاویده یعنی تشکیل کرده شد و درخواست داده شد که وبسایت علاویده تشکیل کرده شود که تشکیل کرده شد و عموما کنترل بیشتری بچه‌هایی که در داخل حرکت بودن اونها رو یعنی به دست گرفت و مسئولیت ها رو اشخاص ها رو به مسئولیت های درستی روان کرد و همین طریق سهراب ظفر حتی در سال 2017 یک ملاقات رو توانست که با نفرایی که در وظیفه‌های کلیدی گذاشته بود با پارلمان اروپا دست یابند و در پارلمان اروپا یک ملاقات کنند، ولی بر این ساحه که یکی از سازمان‌های با نفوذ اروپایی است، این بار اول از جانب حرکت سیاسی گروه 24 پیدا کرده شد و بار اول هم حرکت سیاسی گروه 24 در اونجا اشتراک کرد و پیدایش این سازمان و اشتراک این سازمان یعنی در دوران رهبری سهراب ظفر بود. این دستاوردهایی بود که سهراب ظفر در قدم اول در 4 ساله مبارزه‌اش و رهبریش تا سال 2019 انجام داد. سال 2019 سهراب ظفر یک کار خیلی بازم در جوده سیاست یک کار خیلی درستی کرد که سال 2019 بعد از 4 سال رهبریت یک روز بدون دانستن یگان نفر یگان شخص در یک جلسه علنا اعلام کرد که از وظیفه کنار میرود و عین حال رهبر حرکت شورای حرکت میتواند باشد و حرکت رهبر ندارد و تا انتخابی رهبر نو میتونه شورا حرکت اداره کنند. من عین حال دیگر رهبر نیستم. این واقعا یک کاری درسته بود تا نشان بدهد که یک انسان وظیفه طلب نیست و او واقعا هم آماده است از وظیفهش کنار برود و چون در تجربه تاجیکستان و در تجربه حزب‌های سیاسی تاجیکستان چون این کارها نشده بود و از اینجا بود که آیین‌نامه حرکت سیاسی گروه 24 تشکیل کرده شد و در اونجا بعداً این نقطه ذکر کرده شد که هر 4 سال بعد یعنی یک راهبر در حرکت سیاسی گروه 24 انتخاب می شود و راهبر نو میتواند حرکت رو ادامه بدهد. خب بالاخره انتخابات در حرکت سیاسی گروه 24 تشکیل کرده شد که در انتخابات بسیار هم در اونجا یک انتخابات گرم بود. در اونجا بیشترین آوازها در بین برادر نورالدین رضایی و برادر سهراب چه شدن که خیلی بین یکدیگر، یعنی برادر سهراب 50 چند و برادر نورالدین رضایی 40 چند، یعنی تقریبا بسیار یک انتخابات خوبه و گرم در اینجا گذرانده شد و برادر سهراب ظفر بار دوم در حرکت سیاسی گروه 24 و حیث رهبر انتخاب کرده شد. برادر سهراب ظفر در دوران رهبری دومش یعنی بسیار برنامه‌های خوبی رو طراحی کرد، از جمله استقبال گرم رحمانوف که در شهر مسکو در نزد کرمل انجام داده شد، استقبال گرم رحمانوف در شویتزاریا، استقبال گرم رحمانوف در گرمانیا، استقبال گرم رحمانوف در ایتالیا. همه این کارها با تحریزی برادر سهراب ظفر یعنی پیشنهاد او انجام داده شد. و شما ببینید که رحمانوف وقتی که به کشور آلمان با سران کشورهای آسیای مرکزی شوکت میرزویف، پرزیدنت قرقیزستان صابر جباروف، پرزیدنت قزاقستان توقیف و دیگر پرزیدنت، تقریبا 5 پرزیدنتی که با هم به امریکا رفتن، به چند کشور رفتن و بالاخره اونها سفر داشتن به آلمان و اینجا حرکت سیاسی گروه 24 و مخصوصا برادر سهراب ظفر یک برنامه و یک نقشه‌ای را کشید و در اینجا رفت تحریزی کرد که چگونه رحمانوف را یک ملاقات بکند که آبروش در جهان از بین برود و مردم تاجیک نشان بدهند که مردم تاجیکستان در خاموشی نمیمانند و هیچ وقت این ظلم و ستم امالی رحمانوف را نمیپذیرند. اینجا بود که نقشه تخم زدن و یا اینکه از همون تخمایی که بو میگیرن و در داخلش رنگ‌های گوناگونی که میزنی، از اینجا بود که این آغاز پیدا کرد و
برادرها در کمین نشسته بودن وقتی که رحمانوف از هتل میبروید. ولو بیشتری چیزها در نوار نیست، عین حال میشه در اینجا اینها رو ذکر کرد. وقتی که بچه‌ها نقل میکنن که بچه‌ها خیلی کوشش کردن که رحمانوف رو در همون مهمانخانه‌ای که بود در اونجا در داخل شدن یا در بیرون برومدن دستگیر کنن و اون تخم‌ها رو به سرش بزنند که دیگر اومدن پلیس اومد این بچه‌ها رو دستگیر کرد و بچه‌ها که در آلمان خیلی زیادن با گروه‌های گوناگون جدا شده بودن دستگیر کردنش خیلی سخت بود. و در همین جا یوسف جان میرزایف اگر فهمیدش درست گفته باشم عباس است، مشهور است به این نام در آلمان، او کوشش میکند رحمانوف را از در قفای مهمانخانه، یعنی رحمانوف از در پیش مهمانخانه نمیبراید، از در قفای مهمانخانه براید. وقتی که از در قفای مهمانخانه میبراید اون میدود در بالای ماشین تقریبا میپرتوید که بگیرنش از سر راه میگذرد. اینجا بود که بچه‌ها میدونن که برای ملاقات به فلان جا میروند و اینجا بود که بچه‌های دیگر در کمین منتظر میشوند و عباس اینا به راه مینبر میدروند، در همون راهی که باید رحمانو بگذره به همون راه میروند، در نزد همون بینای حکومت یعنی پیش از بینا می ایستند و اینجا بود که توانستند در ماشین رحمانوف چندین تخم‌های تیر بیندازند و این تخم‌ها واقعا در این ماشین رحمانوف خورده بود و وقتی که رحمانوف با ملاقات میرود به نزد سروزیر آلمان، درهای ماشین اون دیده میشید که همون تخم‌های زده شده تا حالی هم اوباش هستند و پی اون تخم‌ها هستند. حتی سامانه‌های تاجیکستان، سامانه حکومتی خاور، پایگاه خبری خاور، وقتی که از همین ملاقات نشر میکنند عکس‌ها، همون عکسایی که تخم زده که در امامعلی رحمانوف هست و امامعلی رحمانوف در عصبانی و همون جا یعنی دمیویه همونا رو هم حتی نشر کرد که و بعدا اینها را او دلید کرد، از بین برد. ولی به هر صورت اینجا بود که جهان یعنی با این دیکتاتور آشنا شد و این کاری حرکت شوشیگری بسیار کاری که برادر سهراب ظفر تحریزی کرده شد در تمام تحریزی کرد در تمام جا پخش شد، در رسانه‌های جهانی به حد زیاد نشر کرده شد، از جمله در رسانه‌های آمریکایی، در رسانه‌های انگلیسی، اروپایی، در رسانه‌های آسیای مرکزی خیلی زیاد. حتی کشورهای همسایه ما ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان و این کشورها هم این که هیچ وقت اخبارهای تاجیکستان از زیاد نشر نمی‌کنند و در این مورد نشر کردند. این بسیار یک کار عمیقی بود که برادر سهراب ظفر این کار انجام داد. بعد از اینه که این کار انجام داده شد، یک پروتکل از جانب حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف از جمله از جانب خود امامعلی رحمانوف تحریزی شد و نوشته شد که باید در کوتاه‌ترین فرصت گروه 24 کاملا از بین برده شود و هر کسی که این برنامه را تحریزی کرده است اون ناپدید کرده شود. خب دیگه بالاخره با این نقشه متاسفانه در تاریخ 23 فوریه در شهر استانبول کشور ترکیه نسیم جان شریپوف نماینده حرکت سیاسی گروه 24 ناپدید می شود و برادر سهراب که در همون کشور قرار داشتن این اخبار را برای ما میرسونند و این را رسانوی میکنه و دنبال پیدایش برادر نسیم جان شریپوف میشه. نسیم جان شریپوف هیچ معلوماتی برای ما نگذاشته بود، یعنی وقتی که از خانه بیرون میشود کاملا به سمت تراموای میرود و از تراموای پیاده میفرد، بین دو دام نابود میشد. اینجا برادر سهراب برای پیدایش او خیلی تلاش کردن، به اداره های پلیس، به جاهایی که کامیراها رو باید نگاه کرده میشن، به همه جاها گشتن ولی هیچ معلوماتی پیدا نکردن. ما بارها به برادر سهراب ظفر در این باره گفتیم که برادر سهراب ظفر باید خانه را ترک نکند، جایش را باید عوض کند و هیچ وقت کوشش نکند که خودش فیزیکی برود از دنبال پیدایش برادر نسیم شریپوف باشد، باید کوشش کند اشخاص دیگری را روان کند. برادر سهراب ظفر گاه وقت برادر احمد کریم که اون زمان در ترکیه قرار داشت او را روان میکرد ولی خودش بیشتر میرفت، چیزی که عاقبت باعث گشت که برادر سهراب ظفر هم دزدیده شود. ولی برادر سهراب ظفر در پیدایش برادر نسیم جان چند چیز ارائه کرد که برادر سهراب ظفر نه تنها وفادار و صادق با این راه هست بلکه وفادار و صادق با برادری هست.
یعنی برادر آشرا هیچ وقته اگرچه زیر دستش بود، اگرچه نسیم جان زیر فرمانی برادر سهراب ظفر اطاعت میکرد و پیش میرفت، باز هم سهراب به خاطر زیر دست خودش، به خاطر برادرش چکار کرد؟ حیات خود را در خطر گذاشت و برای پیدا کردن نسیم جان شریفوف تلاش کرد. برای همین برادر سهراب ظفر متاسفانه در تاریخ 10 مارت در چنگال این دیکتاتورها خورد و 10 مارت سال 2024 برادر سهراب ظفر ناپدید گشت به مانند نسیم جان و با تلاشایی که داشتیم هیچ معلومات پیدا نکردیم. و در اینجا بود که من یکی نزدیکانی برادر سهراب ظفر یک زنگ گرفتم و در این زنگ برای من گفته شد که برادر سهراب ظفر در تاجیکستان قرار دارد و ما را دیگر زنگ نزنید. و این بود که من به شورای حرکت سیاسی گروه 24 حرف رساندم، ولی متاسفانه این نقطه مورد نظر قرار نگرفت و بعدا معلومات های دیگری بود که رساندم که حالا بعضی ها به هر طریق این را میرسانند، ولی بالاخره من هر چیزی که در من بود من این چیز رو برای بچه‌ها رساندم، هر چیزی که برای من رساندن. همونطور که شما میدونید من از آغاز ناپدید شوی برادر نسیم جان و سهراب ظفر در رسانه‌های مجازی خیلی فعال بود و مخصوصا در پخش‌های مستقیم و معلومات مفصل برای شما از هر طریقی که بود میرساندم. شما میتونید در گروه 24 یا گروه پدوستشتیری در یوتیوب ویدیوهای ما رو، پخش مستقیم ما رو پیدا کنید که راجع به ناپدید شدن بچه‌ها معلومات زیادی میداد و بر همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که امروز بازم در یک سال پر شدنی ناپدید شوی بچه‌ها برای شما معلومات بدیم. خب بعد از چند ماه بازم معلوم گردید که برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای غیر قانونی به تاجیکستان برده شدند و بالاخره دادگاه تاجیکستان برادر سهراب ظفر رو به 30 سال و برادر نسیم جان شریف رو به 20 سال زندان محکوم کرد. این برادرها و هموطنان گرامی بسیار واکنش‌های تند جهانی موجود بود و برادر سهراب و نسیم جان که تنها به خاطر آبادی و آزادی کشور و مردم مبارزه بردن، تنها برای شأن و شرف این کشور، شأن و شرف این ملت، شأن و شرف مردم مظلوم تاجیکی در خارج کشور، در خصوصا در فدراسیون روسیه در زیر ظلم فاشیستا قرار دارند، خسته بودن و مبارزه می بردن. ولی متاسفانه بعد از آنکه اونها رو در تاجیکستان زندان کردن، چند اشخاص در خارج کشور اعتراض کردن، حرکت سیاسی گروه 24 اعتراض کرد، ما اعتراض کردن، ده ها مخالف و دیگر اعتراض کردن، خب سازمان های با نفوذ مخالفت کردن. اما این ملت مظلومی که به خاطر مظلومیت آن، به خاطر شأن و شرف آن که بیدار شوند و از حق او دفاع کرده شود، برادرها پشت پنجره رفته بودند، هیچ دست در دست زدن نشد و هیچ صدای بلند کردن نشد و برادرها در زندان متاسفانه همونطوری که مادرش گفت، مادرش باز هم در همون دادگاه گفته است که همون اشخاصی که برای آنها جانت را در خطر گذاشتی و امروز کسی در اینجا در روز معرفه دادگاهی تو در کنارت نیست. به همین خاطر اینجا هست که درد مبارزان، درد مجاهدان، درد کسانی که در راه آزادی تاجیکستان مبارزه میبرند و میان میآید و اونها اینجا هست که برای شما هموطنان و همدیاران میگویند که کجا هستید. یعنی واکنش جامعه جهانی هیچ اثری برای آزادی و آبادی تاجیکستان ندارد. واکنش کشورهای ابوالقدرت هیچ اثری برای آبادی و آزادی تاجیکستان ندارد. همین شما میفهمین یا نمیفهمین؟ حالا بیشتری مردم به این عقیده هستند که شاید با کمک بعضی از کشورها امکان دارد که ما بتوانیم در تاجیکستان دگرگونی بیاریم، ولی چون این نیست. ما میبینیم که جامعه جهانی به جز نشر یک بیانیه هیچ کار در مورد پرونده برادر ما سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف نمی کند
ما دیدیم که کشورهای ابوالقدرت به مانند امریکا، روسیه، چین، ایران، ترکیه و دهها کشور دیگر، نه اینکه در قضیه برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف کار انجام دادن، بلکه حتی امریکا با این قدر نفوذش یک مقاله در یک سامانه نوشت و تمام. یگان کشور هیچ عمل انجام نداد، یگان واکنش تند در مقابل کارهای غیر قانونی انجام داده می شود نکرد. حتی ترکیه که شاید گروه های فسادکار داخل ترکیه کار کردن و کار بردن که اینها رو به تاجیکستان بردن، که امکان داشت قدرت یا این کسانی که در بالا هستن اونها خبر نبودن که این امکان وجود داشت، که بعد از آن که ترکیه به خاموشی ارائه کرد، اون امکانی که ما فکرش می‌کردیم از بین رفت. واقعا اینجا نشون که حتی ترکیه یگان حرف نزد. این به این معناست که نه تنها اینها در بودن و آزاد کردن آنها کمک نمیکنند، بلکه برای بردن آنها و زندان کردن مخالفان باز هم یک تعداد کشورها کمک میرسانند. برای همین مطمئن باشید که آبادی و آسایشتگی و پیشروی مردم تاجیکستان را کسی بجز خودی ما ندارد. یعنی تا امروز هیچ کشور، هیچ سازمان برای تحریم کردن اشخاصی که دست داشتن برای دزدیدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف انجام داده نشده است. یگان تحریم، یگان حتی یک جزئیات اینقدر انجام داده نشده است. وقتی که یک جنایت بین المللی صورت میگیرد و کشورهای مسئول که خود را حامی حقوق انسان میشمارند و این کار را نمیکنند، چگونه میتوان آینده مردم این ملت به این کشورها و با حامی حقوقی که خودشان را مینامند اعتماد باوری کنند؟ این خاموشی را تا کی ادامه میدهند و تا کی اینها این کار انجام میدهند ما نمیدونیم. حالا فقط یک نقطه میماند که ما همچون ملت برای این کاری که انجام داده شد چی کنیم؟ پیامدهای همین مشکلاتی که صورت گرفت برای جامعه تاجیکستان چی است؟ جامعه تاجیکستان وقتی که با نفوذترین اشخاصش را، کسانی که در راه مبارزه سر و تن و جان و مال را همه خود را از دست دادن و امروز پشت پنجره رفتن، چی پیامدهایی داره؟ جامعه تاجیکستان چیکار باید کند؟ به همین خاموشی که ما سالها داشتیم، بدانید که ما ملت را خود به دست خود کشتیم. یعنی در قضیه برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و ده‌ها زندانی سیاسی که به خاطر این ملت، این سرزمین، این کشور سالها مبارزه بردن، جان فدایی کردن، جان خود را، مال خود را، تمامی وجود خود را بخشیدن تا اینه که ما و تو، کشور ما و شما آزاد باشد. ولی امروز ما نمیخیزیم یک صدای باشیم برای دفاع اونها. مطمئن باشید که ما خودمون خیانت کردیم و ظلم کردیم به همین ملت، به همین کشور، به همین وطن و به همین مادر. وقتی که شما میدانید که این ملت از این پس دفاع از شما نمی کند، کی برای این ملت بر بخیزد؟ یعنی پیامد اصلی این است که وقتی که همه ما خاموشی را اختیار میکنیم در برابر اونی که یک محافظ ما، یک وطن دوست ما، یک مبارز ما، یک مجاهد ما از جانب حکومت کشته می شود، برده می شود، دزدیده برده می شود، به تاجیکستان زندان کرده می شود و ما خاموشی را اختیار میکنیم، مطمئن باشید که این خیانت است، این ظلم است، این خیانت به وجدان خود است، به وجدان انسانی است. و همه ما را مطمئن باشید که آیسته آیسته میبرن از بین نابود میسازن. و وقتی که ماها را بردن از بین نابود ساختن، کی برای شما میخیزد؟ پیامد اصلی همه است که هیچ اشخاص از شهروندان تاجیکستان دیگر به خاطر این ملت نمیخیزند.
اگر همین گونه ادامه پیدا کند و وجدانهای بیداری که امروز صدا را میشنوند و خاموشی را اختیار میکنند، مطمئن باشید که هیچ انسان در آینده مدافع شما نخواهد بود. شاید در آینده کشور شما می شود جزئی نمیفهمم چین یا جزئی افغانستان یا جزئی نمیدونم روسیه، جزئی یک کشور دیگر و شما در همون حالت پستی و ذلت قرار خواهید گرفت. این یک ننگ و یک شرم برای همه ما مردمی مسلمان تاجیکستان باید باشد. حالا ما می توانیم برای آزادی و آبادی تاجیکستان و زندانی‌های سیاسی کارهای جدی رو انجام بدهیم. در قدم اول ما می توانیم با مبارزان پیوست شویم. مهم اون نیست که شما بیاید چهره خود را آشکار کنید. شما امروز در داخل تاجیکستان قرار دارید، بیایید با ما بپیوندید. در داخل تاجیکستان معلومات‌های زیادی است که شما می توانید روین کنید. مبلغ‌های می توانید برای به سمت این مبارزا برای همون کارهای درست. من نمیگم که شما بیایید به یک مبارز را برای نوار کردنش که در اینترنت من معلومات برای شما میدیم برای ما پول بدید. نه، این کار اشتباه است. تنها به خاطر اونه که تو در تاجیکستان میتوانی یک کاری را انجام بدی که تاجیکستان آباد و آزاد شود. بیا ما برای شما مبلغ گذاری میکنم. تو میتوانی یک ظالمی که امروز به مردم ظلم میکند او را لطوکوب کنی. یک ظالمی که امروز دست دارد وقتی حکومت‌های ابوالقدرت، وقتی حکومت‌هایی که خودشون به اسم حامی حقوق گذاشتن نمیتوانند یک انسان رو تحریم بکنن، شما بیاید این را جزا بدهید. همین کسی که دست دراز میکند به ناموس ملت و فرزندان جسور این ملت را دستگیر میکند، زندان میکند، قتل میکند، باید به جزا کشیده شود. از جانب کی به جزا کشیده شود؟ از جانب همین ملت. شما مبلغ گذاری کنین به اشخاصی که این برنامه رو تحریزی میکنن تا اینه که ما بتوانیم قدم به قدم با این حکومت ترس و هراس را وارد کنیم و بعداً چیکار کنیم؟ یک انقلابی را با میان بیاریم. امروز سرمایه گذاری ما فرار کرده است. نمیآید یک مبلغ سرمایه گذاری کند که بشود در تاجیکستان نقشه ای را پیشنهاد کرد که اون نقشه چیکار کند؟ مردم تاجیکستان را جلب کند، امید ببخشد و آنها به این راه مبارزه بپیوندند و ترس و هراس را از حکومت دیکتاتوری امامی رحمانوف دور کنند. به همین خاطر امروز وقتی آن رسیده است که همه ما بربخیزیم به خاطر اتحاد و سرجمعی، آبادی و دیگرگونی تاجیکستان و از همه مهم برای سرنگون کردن دیکتاتور امامی رحمانوف و برگردانیدن قدرت به دست مردم فعالیت بکنیم. فعالیت ما از یک کار خیلی آسان شروع می شود. هر توانایی که در دست داریم با اون توانایی خود مبارزه میبریم. من نمیگم که شما امروز اگر تاجر نیستید بیاید پول کمی که مصرف میکنید در این راه بیفته. به این پول که نمیشود. فقط این کاری مبلغ گذاری یک سرمایه گذار میکند و هر کسی که سرمایه گذار است و مبلغ زیاد دارد اون میتواند برای نقشه های مهم و بزرگ کمک کند. برای نقشه های خرد بازم اونها باید کمک کنند. اما شما فقط میتوانید به خاطر همراه شدن با ما کمک کنید. یعنی کسایی که مبلغ ندارید شما حضوراً میتونید خدمت کنید. اگر در تاجیکستان هستید، اگر در فدراسیون روسیه هستید، نقشه های کمک کردن، نقشه های اونی که شما میتونید معلومات برسونید، نقشه های اونی که شما میتونید یک هراس وارد کنید در این حکومت دیکتاتوری موجود است. شما فقط بیایید با ما صحبت کنید. ما با چندین برادرها نقشه هایی را نشان دادم و گفتم که باید ما چیکار کنیم. برآمدن با ما گفتن، ولی متاسفانه با اینه که اونها آماده مبارزه هستند، ولی متاسفانه از یک نقشه هایی که آنها مؤثرن و تاثیر میگذارند ترس هراس دارند، میترسن. وقتی در این راه برمدین مطمئن باشین ترس هراس رو گم کنین. مگر زندگی شما مثل زندگی زید سیدوف، سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف ارزشمند است یا ارزش بالاتری دارد؟ زید سیدوف میلیاردر تاجیک، او بزرگترین سرمایه را در تاجیکستان داشت، وزیر صنعت بود، ولی امروز به 30 سال زندان محکوم شده است و در زندان میشیند. زندگی من و شما مگر بالاتر از زندگی زید سیدوف است؟
هزارها را می شود نام برد. دلیر امام علی، روزنامه‌نگاری که به خاطر خانواده مظلوم تاجیک خانه به خانه میگشت و میرفت مظلومیت آنها را به جامعه جهانی نشان میداد و از حقوق تمام مردم در تاجیکستان دفاع میکرد، امروز در زندان است. مگر زندگی ما ارزشمندتر از اوناست؟ مگر همین اشخاصی که دلیر امام علی رفت از زندگی آنها، از حقوق آنها دفاع کرد، آنها برخواستن از خواب؟ امروز به کسی کمک رساندن؟ امروز به خانواده امام علی، دلیر امام علی کمک کردن؟ امروز خواستن از خواب بگن که دلیر امام علی برای چه زندان شده؟ سوالی کردن از حکومت؟ پرسیدن؟ حالا میگوین که عمر علی قوتوف به خاطر تجارتش که تجارتش را گرفتن به مبارزه برخاست. زید سعیدов خب به خاطر که اون وزیر سابق و فلان بود. دلیر امام علی تنها به خاطر اونه که حرف حق را رسان، از خانه مظلوم تاجیک دفاع کرد، رفت زندان شد. چرا در اینجا مردم برنخواست؟ چرا در اینجا مردم حرف نزد؟ پس معلوم می شود که دیگر در جامعه تاجیکستان منتظر آن چیزی نباشید که کسی برای شما دیگرگونی میارد یا برای این ملت، این کشور برمیخیزد و میخیزد مبارزه میبرد و جان خود را در خطر میگذارد. مطمئن باشید که مردم دیگه به این راه نمیبراین وقتی که ما و شما چیکار نمیکنیم، وجدان بیداری که داریم به این راه کمک نمیرسانیم، امیدها را بیشتر نمیکنیم. وقتی که ما خاموشی را اختیار میکنیم از بین میرویم. مطمئن باشید که مردم تاجیک و اون کسانی که در داخل وطن منتظر هستند، اونها را به خاموشی همون تا رفتن میگیرند و هیچ ملتی در آینده بر نمیخیزد و ما و شما را کمک نمیکنند. خب دوستان، برادر عبدالخلیل وصیف پیوست شدند. برادر عبدالخلیل بفرما، اگر نمیدونم پیوست کرده توانستم. بله. سلام علیکم برادر. درست قید کردی که مردم ما باید که نفرایی که امروز هستند میبرویند درد مردم میگن، باید با مردم باشن. متاسفانه امروز میبینیم که وقت جدا میکنن مردم، مخالفین میخوان که با مردم صحبت بکنن، کاری بکنیم که از این رژیم خلاصی بیاویم. متاسفانه مردم نمیدونم که وقتا مناسب نیستن که نمیبرویند، مردم صحبت نمیکنن. پیشتر چخیل بود که مردم تا 10 15 16 هزار آدم ها مخالفین تماشا میکرد. امروز نمیدونم که چی سبب شده است که امروز این مردم تاجیک خاموشن. آدمایی بودن که گفتی برادر عبیدالله که با جانشون با مالشون برآمدن در این راه، برای من شما شده، برای من شما شده برآمدن گپ زدن. امروز رفتن با 30 سال و با 20 سال میروند زندانی میشوند. ما یک نفر صدا بلند نمیکنیم. دیگر ما را یگان کس کمک نمیکنه. چخیلی که برادر عبیدالله گفتی درست قید کردی که دیگه دردی ما را نه حقوق بشر میفهمند، نه بین الملل، نه دیگر. اگر مردم تاجیک با ما بپیونده، ما میتوانیم که حکومت رحمانوف چپگردان بکنیم. به همین خاطر مردم دعوت همین است که برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، در برنامه ها فعال باشیم، بیاین فکر نظرهاتون بگین. شما میتونه که ما را کمک بکنه واقعا هم که اگر در تاجیکستان هستید یگان معلومات با ما بفرستید. چند چیزهایی هست که ما از مردم میخوایم، متاسفانه از مردم ما نمیتونیم دسترس کرده. من 1.5 سال پیش درک داشتگی بودم که برادر مرا ای زندان وحدت با سیزای شهر شنبه آوردم. بعد یه تا این روزا، تا روز پنجم من درک نداشتم. روز پنجم یک نفر با من در تماس برآمد، گفت که برادر تا با 7 سال دیگه اضافه کردم. شما میبرید در شبکه‌های اجتماعی گپ میزنید، شما جاتون گرمه، اینجا دو بشر آزاد بوده سودیه. من در همه جا میبرم میگم دعوا میکنم، یکی به درد ما کی میخره؟ به غیر خودمون. ما باید خودمون کاری بکنیم که نفرهایی که
تنها آزادی خواستن رفتن امروز رحمانوف بود به 20 سال به 30 سال زندانشان کرد. باید اینا بیگناهن، اینا رو باید ما آزاد بکنیم. اینا پشتی ما رفتن زندان شدن، یگان اینا ای مستیشون نه اومدن گپ زده باشن، یگان چی گفته باشن رفته باشن زندان شدگی باشن. برای همین مردم، همین مردکو خستن رفتن امروز زندانی شدن. سبب در چیه که ما امروز خاموشیم؟ مردم بیدار شوه. ما باید کار بکنیم که زندانی ها را از زندان آزاد بکنیم. یک حکومت بسازیم که همه شمول باشه. یک از درد دلش گفته بتونه در تاجیکستان جای نیست که برای فکر نظر تا بگوی. یک رسانه بگه که مردم قبول میکنه یا که رحمانوف در سال یک بار یک آنلاینی برنامه داره که مردم گوش میکنه. سالانه پیام میتید، نمیدونم یه هفته پیشکی ضبطش میکنن میموننش، بعد یه روز دیگه مردم همه جا جواب میتین که رحمانوف گوش کنه که روز پرمای افیر داره. سبب در چیه؟ اگر رحمانوف مردمی باشه رنگی دیگر پرزیدنت ها وره، سبب در چیه که آنلاینی نمیکنه که یک سوالش میتیه؟ یا برنامه بسازه حکومتی اینا، دعوتی من برای شما که یا برنامه بسازه و شما تماشا بکنه که رحمانوف چند قدر طرفدار داره. امروز میاد نمیدونم در ویبری نمی اخیر اومدن گفتن که رحمانوف نمیدونم حزب رحمانوف 59% آواز گرفته است. دروغ مرزه، یگان چی نیست. صاف یعنی دروغ ای نمیکو. مردم ای رنگ رو اینا بذارن. اگر شما واقعا هم میگه که ما مردمیم یا برنامه آنلاینی بکنی، مرحمت لبا حزب بمونه، خطونم بمونه و تماشا بکنی که مردم شما را چی ها تو میگن، میبروین چه پدرجویتون میکنن. من مطمئنم که مردم تنها به غرض دشنام و حقارت شما را یگان کار نمیکنن. نمیگن که رحمت با شما که شما یکی تاجیکستان هست. من در یک دیگه حیران میشم که این مردم ایمو فکر میکنه که اگر همین رحمانوف برای تاجیکستان قطعش میبرده باشه، این مردم رحمانوف میره هیچ گپ نمیشه. همو تاجیکستان، همو کش، همو آبوش، همو جبور، همو کانالاش میمونن. فقط همو قرضاش میمونه رحمانوف وقتی میره. دیگه یگان چیز دیگه‌اش نمیمونه. همو قرضایی که گرفته امروز اینوم ما میلاد گرفتگی، اگر رحمانوف بره ما همو قرضا را میتیم. به همین خاطر دعوتی من همین است که مردم باید ما کار بکنیم که رحمانوف بخپیم او پلایی که دزدیدگی بودجه تاجیکستان، اون نفر تای موزه اومدگی سر قدرت، پوشاک نداشت، لباس نداشت که بیایه به سر قدرت. امروز یکی از میلیاردرهای تاجیکستان وای خسر بچهش بود چند تا دیگه همین خشتوارو آیا اویلا، یا که در وظیفه‌های کلیدی تنها آیا اویلا. ما میخوایم که هر یک شهر ناحیه کارگرهاش همون شهر ناحیه ها باشن، نه اینکه خاص ای منطقه. من چی گم کردم که برم در دوشنبه کار کنم یا که در بدخشان؟ من از قبادیان میخوام در قبادیان کار بکنم. مثال یک کسی دیگه است که دوشنبه در دوشنبه کار کنه. این چیه که یک نفر ای چون گجو میاد در جای ما کار میکنه، جای ما خیلی متخصص نیست. پروسه این یک نمودی اویلویه، یک حکومت اویلوی، تنها دیگه یگان چیز دیگه نیست. به همین خاطر مردم باز هم میگم که به طرف نباشه، ما را دستگیری بکنه، بمونه لایکاتون آبونه شوید در برنامه‌های مخالفین، کار بکنه ما که یک کار کرده بتونیم. ما میخوایم که نیکی بیاریم به مردم، ما میخوایم آسانی بیاریم به مردم. این نه که ما باید بیایم با ای رحمانو با شما بدتر کنیم. نه، شما ما را هم انتخاب نکنید. یعنی رحمانوف بره و هم درن تاجیکستان یک نفر انتخاب کنید. تا این شب روزی ما تنها رحمانوف بره و قطعی اویلاش بیای کاری بکنیم که به فایده همین ملت باشه. و همین خاطر بسیار سخن دراز نمیکنم برادر عزیز، اما وقت تراویح میشه ان شاء الله که با در برنامه‌های بعدی با مدرای صحبت میکنیم. و همین خاطر میگم که مردم به طرف نباشه، دستگیری بکنیم مخالفین، کار بکنیم که همین سال آخری رحمانوف باشه. آمین ان شاء الله.
سلام علیکم، خدا نگهبان. تشکر از اشتراک. الله نگهبان باشه. همونطور که شما دیدید برادران محترم، متاسفانه در تاجیکستان باز هم برادر عبدالخلیل رو، عبدالرحیم واصف رو دوباره به زندان شهر وحدت بردن و او رو به 7 سال زندان محکوم کردن. یعنی 7 سال دیگه علاوه کردن به حکمی که قبلا داشت، یعنی 30 سال شد. این است ظلم حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف و خاموشی ملت. وقتی که ملت خاموش است، حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف وقتی یک مبارز در زندان نزدیک میشد و به آزادی باید بروید، دوباره به حکم او علاوه میکند و او رو بازم زندان میکند. اما اگر ما و شما خیلی خاموش باشیم، مطمئن باشید که همین گونه ظلم ها زیادتر و زیادتر میشود. ظلمی حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف نه تنها بالای بچه‌های گروه 24 است. شما هم میدونید عزت امان حامی حقوق مهاجران مهنتی که در فدراسیون روسیه در دوران کووید 19 مشهور شده بود، او را هم وقتی که به تاجیکستان بردن 9 سالش دادن و بعدا 6 سال دیگه علاوه کردن، با 15 سال زندان محکوم شد. به همین خاطر من اینجا آخرین سخن برای شما میگویم که برادران و هموطنان عزیز، تمامی مشکلات از خودی ما سرچشمه میگیرد، از خاموشی خودی ما. و اگر ملت و مردم به ایمان و خدا و وعده الهی باور داشته باشند، باید مطمئن باشند که حتما در تاجیکستان انقلاب صورت میگیرد و اون روز به دست اشخاص صورت میگیرد که پروردگار اونها را انتخاب کرده است. و بیایید ما همون اشخاص باشیم که پروردگار به دست ما این ظالم را نابود بسازد. و اگر شما مطمئن این کار نکرده، بدونید که فردا در روز قیامت پروردگار از شما میپرسد. ظالم و مظلوم در نزد پروردگار جوابگو هستند. نه تنها ظالم میسوزد، بلکه مظلوم هم برای قبول کردن و پذیرفتن ظلم سوخته می شود، جزا داده می شود. تنها ظالم نیست که در روز قیامت برای ظلمش جواب بدهد. شما را برای مظلومیتتان، ما را برای مظلومیتمان. چرا این مظلومیت را ما پذیرفتیم؟ چرا ما اجازه دادیم که در مقابل قانون الهی قانون قبول کنند؟ چرا ما اجازه دادیم که کمپیر پیررسول را لطکوب کنند در خانه‌اش؟ ما چرا اجازه دادیم که موسفید 80 90 ساله را به خاطر کمک کردن به مردم کمبغل و زندانیای سیاسی بران زندان کنند؟ ما از این چیزا پرسیده میشویم فردا. فکر نکنید که فردا گناهایی که ما کردیم فقط باید این کارا نکنی که دزدی گناه است. نه، همه اینها گناه است، ولی گناهی بالاتر از همه این که به فسادی بیشتر میرساند این حکومت ظالم و فاسد است که هر روز فساد میکند، هر روز ظلم میکند، دزدی و غریر را این بیشتر میکند، فساد را در جامعه این میارد، دیسکو و کلوب و همه چیز را همین به میان میارد. پس اولین نقطه باید حکومت ظالم رو از بین برد تا اینکه باعث هزارها فساد جامعه نگردد، وگرنه در برابر این پاسخگوی همه ما خواهیم بود. برای همین آخرین سخن همین است که هموطنان، همدیاران عزیز، برای آبادی و آسایشتگی مردم تاجیکستان باید در قدم اول مبارزه را آغاز کرد، به هر راه حقی نباشد، تا هر راهی که تواناییت را داری. اگر امروز توانایی تو قلم است و نوشته میتونی، برای نوشتن شروع کن. اگر توانایی تو امروز در تاجیکستان معلومات فرستادن برای مبارزه است، معلومات برای پنهانی بفرستاد. اگر امروز توانایی تو در یگان جا رفتن یک کثیف نجسی حکومتی را لطکوب کردن است، این کارو بکن که اون نفرایی که به ظلم این ملت، به ظلم این کشور شروع کردن و برای نابودی این کشور دست کشیدن، باید اونها رو ما دستانشون رو قطع کنیم و نگذاریم که به این ملت، به این کشور ظلم کنن. مگر چند نفر از جانب همین ملت جزا داده شد؟ مگر کسی که در درون مسجد رفت در پیش چشم هزارها نفر دشنام کرد، حقارت کرد، دین ما، ایمان ما، امام ما را حقارت کرد، ما امروز خاموشی را اختیار کردیم، حرف نمیزدیم و هیچ کس برای او را جزاش نداد و حکومت هم فقط از وظیفه گرفتش که دوباره او را بازم در وظیفه گذاشت. پس ما چگونه منتظر و چگونه انتظاری داشته باشیم، چگونه امید داشته باشیم؟ پس بیایید برای آبادی و آسایشتگی بربخیزیم و وعده الهی را هدف قرار بدیم، ایدئولوژی خود قرار بدیم و مبارزه را برای آزادی تاجیکستان پیش ببریم.
و مطمئن باشید که وعده الهی عملی خواهد شد و فقط ما و شما باید عملی کننده این وعده باشیم. دوستان این بود یک نوع ویدیوی کوتاه پخش مستقیم راجع به یک سالگی ناپدیدشوی برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف که در 10 مارس سال 2024 برادر ما سهراب ظفر از کشور ترکیه ناپدید شد و برادر نسیم جان شریپوف 20 فوریه و وابسته به ناپدیدشوی این دو برادر من خواستم امروز یک ویدیوی کوتاه و پخش مستقیمی داشته باشم و صحبتی انجام داده باشیم، زیرا سازمان جوانان برای تاجیکستان زیر فرمانی برادر ما سهراب ظفر از سال 2017 تا این جانب، یعنی تا وقتی ناپدیدشویش وجود داشت، یعنی مبارزه می‌برد. من زیر فرمانی برادر سهراب ظفر مبارزه خیلی زیادی بردم و علاوه بر این مبارزه من که در حرکت سیاسی گروهی بسیار آغاز پیدا کرد، از آغاز پیدایش این مبارزه برادر ما سهراب ظفر که ما آشناییمون در اینجا قصه کردیم آشنا بودیم و با هم دوست و نزدیک مبارزه رو با هم ادامه دادیم، اگرچه در زمان مشکلات ها بین ما وجود داشت و این مشکلات رو حل کردیم، ولی با هم برادر و نزدیکترین اشخاص بودیم و مبارزه رو با هم ادامه دادیم قفس به قفس. همونطور که شما میبینید در بیشتری نوارهایی که اخیری برادر سهراب من حضور پیدا میکردم و همیشه برادر رو کمک میکردم برای راه مبارزه و آزادی و انشالله که من وعده میتیم بازم مبارزه خود رو ادامه میتیم تا نفس آخر، تا زمانی که همونطور که چندین بار از حکومت تاجیکستان برای ما زنگ زدن و وعده آزادی، وعده و تاجیکستان برگشتن که در آزادی زندگی میکنه، همونطور که با اونها رو گفتم تا زمانی که یک زندانی سیاسی از حرکت سیاسی گروهی بسیار از جوانان برای تاجیکستان در اونجا موجود است، من آزادی در تاجیکستان نمیبینم و برای آزادی این برادران مبارزه خواهم برد، یعنی برای آزادی تاجیکستان و برای بهتر ساختن وضعیت کشور. دیگر شما را به خدا میسپارم. رمضان است، شما هم خسته شدین، ما هم خسته شدیم، تو این بر بخیزیم، تراویح بخونیم و ان شاء الله کوشش میکنیم که بازم در حضور شما قرار بگیریم. همین هفته برنامه دینی داشته باشیم، برنامه رمضانی داشته باشیم و در برنامه رمضانی بازم در حضور شما قرار بگیریم و بازم بتوانیم خدمت برای این کشور و این ملت و این دین انجام بدیم. باقی شما رو به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.